داستان ماجرا شروع میشه. خانه ژپتوی پیر که کارش ساختن عروسکای چوبی خیمه شب بازیه. مثل این که داره میاد. ولی نه، گربشه، جولیتا. این گربه با ژپتوی پیر زندگی میکنه در اتاق زیر شیروانی. طبقه بالا هم یه دارکوب لانه داره. معلوم نیست چرا اسمش روکوه. روکو عاشق ژپتوی پیر و عروسکای قشنگیه که از چوب درست میکنه. تنها کاری که روکو بلده سوراخ کردن تنه درخت است. بفرمایید، اینم ژپتوی عروسک ساز وارد شد. من جولیتا، بازم حوصله نداری موش بگیری؟ بیرون کمی باد میاد. این که کاری نداره، اگه من جای تو بودم در میبسته. هوا خیلی هم خوبه، من که سردم نیست. با اون پوست کلفتی که داری نبایدم سردت باشه. حالا که موش نمیتونی بگیری، اولا برو سر پیرمرده رو گرم کن. من کار بهتری بلدم. آخه پیرمرد موقع کار خیلی سر صدا راه میندازه. با این که نمیتونی موش بگیری و خیلی هم تنبل و بیحالی و دائما هم دم بخوری لم میدی، بازم خیلی چیزای خوب گیرت میاد. درسته که پیرمرد غرغر میکنه، ولی جولیتا رو دوست داره. آخه دیگه خیلی پیر شده، اغلب تنهاست، بچه هم که نداره. گویا اینکه خیلی دلش میخواست اقلا یه بچه داشته باشه. خب این همون چوبیه که میتونم ازش عروسک رو بسازم. ژپتو سلام. صبح خیر، منم آنتونیو. چشمام هی ضعیفتر میشه، اصلا تو رو نشناختم. عیبی نداره، آخه مدت ها بود این طرفا نیومده بودم. گوش کن ژپتو، یه کار حسابی برات پیدا کردم، فقط خدا کنه وقت داشته باشی و بتونی این کارو انجام بدی. یعنی چی؟ چرا جواب نمیدی؟ اصلا بگو ببینم میخوای پول در بیاری یا نه؟ آره ولی الان وقتش نیست آنتونیو. ولی به نظر من همین الان وقتشه. آخه من میخوام یه عروسک. باید این کارو انجام بدی. آخه میخواستم یه عروسک تازه برای خودم برو منزل برلتی، در گنجی آشپزخونهش خرابه، درستش بکن، فهمیدی؟ جولیتا لالا کردی. بیدار شو جولیتا، بیدار شو. پیرمرده میخواد از تنه درختی که رو میز کارشی یه عروسک تازه درست کنه، خودش میگفت. به خدا نمیدونی چقدر برام جالبه روکو. دلم میخواست بدونم غیر از گوشو